دیروز در محله شنبهده کوچه میانده از طرف شکده نایش کوشیم یک موش جوان 23 ساله را دستگیر کردند. این موش جوان با مسلکانش از مغازین شهروان لایق به مقدار 10 دانه وافل، 15 دانه پراینیک، 5 دانه ژواچکا، 2 دانه رولت کلون و 1 کیلوگرم مواد خوراکی گراخ را دزدیده را بردند. این موشان جوان با مسئولیت پیشکی ساعت رس و 1 شب مغازین لایق را غارت کردند. این موش جوان را موافق ماده 106 کنستیتوسیا 5 سال از آزادی محروم کرده شدند. تفتیشات دوام دارد. دیروز در محله شنبهده کوچه میانده از طرف شکده نایش کوشیم یک موش جوان 23 ساله را دستگیر کردند. این موش جوان با مسلکانش از مغازین شهروان لایق به مقدار 10 دانه وافل، 15 دانه پراینیک، 5 دانه ژواچکا